ازدواج رمیشا شفا با مرد ایرانی. دلیل ازدواج رمیشا شفا با مرد ایرانی چیست؟ وی چرا خود را زن برهنه افغانی معرفی کرده؟ در ادامه با ما باشید. رمیشا شفا زاده 1992 در قندهار، خواننده و ترانه سرای اهل افغانستان است. ترانه های او به زبان پشتو و فارسی دری است. رمیشا در قندهار افغانستان متولد شد و تنها فرزند خانواده بود. در 2 سالگی پدر و مادرش را طالبان به اتهام همکاری با سازمان ملل و راه اندازی مدارس زیرزمینی کشتند. از آن پس سرپرستی رمیشا را یکی از بستگان دور به عهده گرفت. در 12 سالگی او را شوهر دادند. شوهرش در کار کشت کوکنار و قاچاق تریاک بود و علاوه بر 2 زن قبلیش و رمیشا به فکر ازدواج با دختران دیگر نیز بود. رمیشا در 13 سالگی مادر شد. یکی از همکلاسی های پدرش که از اروپا به قندهار سفر کرده بود از ماجرای زندگیش آگاه شد و مقدمات فرار او و دخترش را از قندهار به کابل فراهم کرد. رمیشا در کابل به زندگی مخفی و تغییر مدام محل زندگی روی آورد تا شوهرش او را پیدا نکند. رمیشا که تا پیش از این سواد رسمی نداشت به لیسه الفت در منطقه مکرویان کابل رفت و برنده بورسیه تحصیلی 1 ساله دولت امریکا برای محصلان افغان در امریکا شد. رمیشا دخترش سحر را نزد امان خویشاوند سپرد که برای فرار به کابل کمکش کرده بود و خود رهسپار امریکا شد و در ویرجینیا به تحصیل پرداخت. در امریکا بدون ارائه درخواست پناهندگی دنبال راهی بود تا دخترش را نیز نزد خود آورد. چون راه نیافت به عنوان مترجم شفاهی برای ارتش امریکا به افغانستان بازگشت و در سخت‌ترین جبهه‌های جنگ از جمله در هلمند حضور یافت و در آنجا با افسر از تفنگداران امریکایی آشنا شد و بعداً با او ازدواج کرد. پس از پایان مأموریت شوهر امریکایی‌اش در افغانستان همراه او عازم اوگانیای ژاپن شد و بالاخره توانست دخترش را نزد خود آورد. شوهر امریکایی رمیشا 3 فرزند از ازدواج قبلیش داشت که فاصله سنی چندان با او نداشت. پس از مدت رمیشا به دلیل آنچه تنفر شوهرش از افغانها و مسلمانها و خاور میانه ها بود پس از مرگ برادر شوهرش در افغانستان میخواند از او جدا شد. او همکنون در لس آنجلس امریکا است. رمیشا مدارک لیسانس و ماستری را به ترتیب در ویرجینیا و اوگانیا اخذ کرد و همکنون مشغول تحصیل در مقطع دکترای روانشناسی اجتماعی در دانشگاه امریکایی کالیفرنیا است. رمیشا از سال 2015 وارد صنعت موسیقی افغانستان شد. اولین آهنگ او آرزو نام داشت که در کانادا ثبت شد. در جریان جدایی از شوهر امریکاییش عکس‌های نیمه برهنه او در اینترنت منتشر شد که در جامعه سنتی افغانستان برای او دردسرهای زیادی ایجاد کرد. رمیشا به دلیل آنچه بد اخلاقی کنسرتگزاران مرد و سایر مسائل فرهنگی میخواند از جامعه و صنعت موسیقی افغانستان فاصله گرفته و به جامعه موسیقی ایرانیان لس آنجلس نزدیک شده است و همکنون با آونگ موزیک همکاری دارد. او در آهنگهایش فارسی را به لهجه ایرانی میخواند. رمیشا از سپتامبر 2019 شروع به منتشر کردن مجله به نام زن امروز در امریکا کرد. برای اولین شماره مجله تصویر خودش نقش بست. رمیشا اخیراً با یک مرد ایرانی ازدواج کرده، تصاویر خود را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده است و گفته من با همسرم خوشحال‌ترین زن دنیا هستم. دوستان عزیز، شما هم نظریات خود را راجع به رمیشا شفا و ازدواج‌های متعدد وی در کامنت با ما شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید پس برای دوست شدن با من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیو را لایک نموده و با دوستان خود شریک نمایید. تا درودی دیگر، بدرود.